فکر کن که با این دروغت باور کردم. چرا در اینجا جمع شده؟ از دستتان هیچ کار نمی‌آید. دائم به نزد دکتر می‌آید. کمی از پس کارتان شود. سلطان عینور بسید. و شما وظیفه نو می‌دهم. دور چشمتان را از خدیجه نکنید. مبادا یگان چیز دیدید زود خبر دهید. فهما؟ خوب شد مایمندان. روید. اول تو تولد کن خدیجه. بعد می‌بینی چی کار میکنم. خدیجه خوب هستی؟ کودکم چی دار؟ زنده میموند. آرام شو خدیجه. حال کودکت خوب است. بسیار بی‌راحت شده ای اما خدا نگه داشت. انشاءالله سالم به دنیا میآید. شکر خدا جان. سهزاد فکر کردم که زنده نموند. همش گذشت خدیجه. نترس، من در نزد تویم. راه گشته میتوانی؟ کمی خیز. تشکر به تو احسان. اگر تو نمی بودی همه رو با هم کودکم رو میکشتم. تو خیال کردی که من تو رو نجات دادم. در اصل تو مرا نجات دادی. تو پیدا شدنت زندگی کردن نمیخواستم، اما حاضر شکر که تو هستی. تشکر. برای من شده سرت رو در بلا موندی. هیچ گپ نه، همش برای تو. خدیجه بعد از اینجا نجات یافتنمون با من خانه دار میشدی. با کودکت پدر و با تو شوهر میشدم. در خارج دوستانی زیاد دارم، به ما کمک میکنند. اینها ما را آسان مییابند. بعد به اولاد هم خبر میدهیم. چی گویم نمیدونم. خدیجه انشاءالله همش بسیار خوب میشود. تو فقط به من باور کن. باور میکنم. اول به خدا و بعد به تو باور میکنم. تمام همش خوب میشود. مهم نیست. گذشت. دکتر داروی شبکش دارید؟ راو همشیره میبینم. آها مایلش. خدیجه خوب هستی؟ خوبم. تولد میکنی خدیجه. میترسم که بر وقت تولد میکنی. حاضر از اینجا برای پنهانی به غاری تیار کردن را. من از پسد میآیم. مایل. میبینم که خیلی در کجا؟ حالم بهتر شد. گفتم سعی خورم شوم. زمان را گیر. راز باش خانه از پسی کار شد. زود باش. نغمه نکن. زود باش. ای خدا این چه روز است؟ هم دخترم و هم شوهرم در دست این ظالم هایم. ما از هر دیشان خبر ندارید. اونها در چه حال باشند؟ نمیدونم مادر، اما همش رو میفهمم. حتما میفهمم. این نوارها رو با پلیس رساندنم در کار. تنها میروی؟ یلمز و الدویویم همراه روید شرم. آنها رو انتظار شما نمیتوانم مادر جان. آنها از پسم میآیند. باید مرا دستگیر نکرده این نوارها رو برده با پلیس رسانم. خالای جلال راست میگویند آقای طاهر. اگر خیلی که گفتید فهمم که نوارها در دست شما، تنها رفتنتان خیلی خطرناک است. شما نباید تنها روید. راست میگوید. تا آمدن یلمز باید صبر کنم. بله سرم.
سر تو. در اینجا چی چیره هست؟ اما آقا چکرم رو دیدم میلا همه این کارها را که کرد. این کاری خداوند است. برار مرا از اینجا. برار مرا. طوره رو که سرمانی میورد نکن. باطن خواهین باطن به شراب باطن برار مرا از اینجا برار. بیهوده دان ندن سینان از اینجا نمی برایی. این کار را تو کرده هم مرا تو زندان کرده همینطور. اکاد را من را کشتم خودت میدانی پس چرا مرا در اینجا زندان کرده؟ جرا چرا زندان کردم؟ همینطور خواستم. تقدیرت حل می شود اما قانون از حاضر معلوم است. میموری باطن خواهی باطن برار مرا از اینجا برار. اکن برار مرا از اینجا یکم کار کن اکن. من چی کار کنم سینان؟ من تو چی دار کمک کنم؟ این باطن خواهین مرا کشتن میخواهد. زود رفته یکم کس را یاب مرا از اینجا برار زخمم را تازه کنید. مایلش سینان من سلیمه رو میفرستم زخمت رو بینم. زود باش اکن زود باش. باطن خواهین البته میبرایم از اینجا باطن چرم را رفته میابم نفسش چطور کش؟ آفرین. شو از اینجا زودتر در اینجا بخونیه. چی شد؟ تو دیوونه شده ای؟ تو به هیچ کس نمیدیم. کلمه به هیچ کس نمیدیم. اگر در نظر کسی رو بینم او رو میکشم. تو چی میخواهی؟ من بودکگم رو میکنم مثل سینان رضاش رو میدیم. سینانی بی شرف او دیگر در جز اطرافتون نمیگردد و طرفتون نزدیک نمیشود مگر نه روزت از این بتر میشود. برای همین رو زندان کرده هم؟ رشت کرده هم باشد؟ همین طبعه میدونی که او گناه ندارد او رو زندان کردی. مشکلی که نباشد سینان جزاش رو میبیند. کسی که نباشد با تو نزدیک شود سرش را تنجیدا میکنم. اکنون فهمیدی که چقدر تو را من دوست میدارم. چقدر تو را دوست میدارم. تو مرا بهانه نکن. تو همیشه سینان رو بر میدی. تمام سینان اگر دیگر حق میبود دست تو ازا میشکستم اما آقای سینانم جزای او مرگ است میموند. سلیمه سینان زخم دارم رفته او را بین. سیفی تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا سینان کماندان رو دستگیر کردید؟ اما من دیدم کماندان را دیگر کس پراند. یک آدم عبدالله آمد پسر جوان نامش بحری انا او پراند. به من نگر سیفی اگر مثل سینان شدن نخواهی زمانت را نگاه دار. نباشد سرت رو جدا میکنم فهمیدی؟ دفع شو از اینجا. سیفی همش رو شنیدم. اگر برای نجات سینان شاهد نشدی
او را قتل کردنشان ممکن. نه تو خطا فهمیده. من یک کل نگفتم. با من دروغ نگوی. با گوشهای خودم شنیدم. اگر گپ زنم باتن مرا میکشن. گوش کن. از باتن میترسی ها؟ ما در قسم سینان سیفی. اگر سینان رو نجات دهی باتن با تو هیچ چیز گفته نمیتواند. مرا ببخش. با تو کمک کرده نمیتوانم. حاضر به نزد قماندان میرویم. اگر یگان کاری خطا کنی تو را میکشم. اگر چرا این طور کردی گویم میگویم که او خودش به من حمله کرد. برای همین گپ نزده پیش درو. تمام دیوانگی نکن. گپ میزنم. پیش درو. مرا ببخش سینو. با گناهی من این طور شد. گفتن گپ زدن ما رو دیدم. برای همین رشک کرده. سلیمه مرا از اینجا برار. یک دو کار را باید اجرا کنم. در اینجا دست و پایم بسته. سرم در آنجا، من باشم در اینجا. او را ندیدم مردن نمیخواهم. تا یک بار اگر گفتمش را نشنوم نمیمیرم. پسرت؟ بله پسرم سلیمه. و هیچ کس نگوی سلیمه. انا همون کودک پسری زلیخا بحری. پسری من است سلیمه. سلیمه. با تو کمک میکنم سینو. درت رو کشوده میمونم. برو رفته آنها رو یاب عذر پرس. با تن رو نگاه نکن. سلیمه تو در اینجا چی کار میکنی؟ زخمی سینون رو تازه میکنم. برو دیوانه نکن. با تو گفتم تو مرا دوست نمیداری. از من بیخبر هیچ کار نمیکنی. کلی بچه من نگاه کن. و من نگاه کن. زود از اینجا رو. زودتر. باتن مرا از اینجا برار. باتن از اینجا برار باتن. ایشون به نلق سینان تو خلاص نمیشوی. سچایدم برایت امری سر دارد. بعدی محکمه میموری. من شما رو خیلی خوب میفهمم آقای زلیخا. اما اجازه نمیدیم که تا کندن کوکوی جراحت از جای خیزید. چی کار کنم دکتر؟ از دستم هیچ چیز نمی آید. آخر پسرم تمامی هوشی آدم در آقای زلیخا من گفتم کن. اما اگر سیاد نشدید بحری رو دیدن نمیتوانید. برای همین حاضر شما باید استراحت کنید. فهمیدید؟ مادر جان گریه نکنید. خودتون رو بیمار میکنید. درباره خدیجه چیزی نمیدونید. شاید زنده باشد. باید به همه چیز تیار باشید. چی گویم پسرم؟ از دستمون هیچ چیز نمی آید. مردن امر خدا. همه چیز طاقت کرده زندگی میکنید. میداری که شاید در این گنجو زنده باشد. خدا رو شکر خوبم.
وقتش آمده. بهو رفتن نمیتوانم. به نزدیک رفتم. کجا میروید؟ احوالم بد. کمی هوای تازه گیرم میآید. احسان قربانت شوم کمک کن. خدایا کودکم رو نگه کن. احسان در کجایی؟ خدایا با من کمک کن. خدیجه خوب هستی خدیجه؟ چی کار میکنی در اینجا؟ بغور رفتن و در کار؟ خوب نیستم. خیال کردم که میمونم. قوتم نمیرسم. رفتن نمیتوانم. نترس. بغور نروید. زدن کماندان گفت که دکتر باید کجا نرود. با او کار دارم. در کجا زدن کماندان؟ من روم به نظرش. او گفت که دکتر باید کجا نرود. من خودم میایم. مایشه تو ناراحت نشو. خدیجه نترس. آروم شو. زود بغور رو. التماس با من باور کن. تو میتوانی خدیجه. میدانم اگر در اینجا تولد کنی میدونی چی میشود خدیجه. مایش غم نخور خوبم. رفته در اونجا تو انتظار میشم. استودیوی سیما پروداکشن برای هواداران سینما باز یک فیلم جدید را با نام گرداب زندگی تقدیم میکند. در یکی از دههای استانبول دختری با نام یاسمن زندگی میکند. در ایام خردیش او مادرش را از دست میدهد. پدر و خواهر پدرش در عائله کمبیزاد با عرف و عادتهای سنتیشان او را به وایم میرسانند. شمسی دوستی دیرینه یاسمن که آنها از دوران کودکی با هم در یک بیهه بودند. او آرزویی با یاسمن خانه‌دار شدن را داشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد برای برطرف کردن مشکل‌های روزگار تنها در آرزوی ثروت بود. با وجود آن یاسمن شمسی را دوست می‌داشت، ولی عشق‌ورزی آنها دیر دوام نکرد. زیرا بعد از وفات اپای شمسی خصلت شمسی کلاً تغییر می‌یابد. آتش عشق در دل یاسمن آهسته خاموش شدن می‌گیرد. یاسمن عمکی داشت که صاحبکار بود. با اهل عائله آنها از خردی آشنا نبود. عمکش صاحب دختر بود، یکی با نام دویگو و دیگری پیلین. با امر تقدیر آنها روزی وام می‌خورند. پیلین داماد شونده‌ای داشت با نام مجید که از عائله ثروتمندان بود. بنابر سببی در خارج تحصیل را به اتمام رسانیدن، پیلین عروس شونده مجید به خاطر او شبنشینی می‌آراید. یاسمن آنجا دعوتی بود. حادثه‌ای که در شبنشینی روی داد هیچ کس انتظار نبود. یاسمن در گرداب زندگی غرق می‌شود. افسوس علیکم. Kim yaptı? Abi. Kim? Ben abi. Makyaj akacak. این فیلم جدید را که استودیوی سیما پروداکشن پیشنهاد میکند. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروشی میتوانید دسترس نمایید. در کجاست این زن؟ این زن در کجاست؟ به کجا کشته؟ فراموش کرده که از نبودنت خبر بگیرم.
من هم تو رو دیدم میخواستم. چه شد؟ چه مشکلی داری؟ کجا میروی؟ ایستا! نپرونم! ماتی مافیا! به هیچ کجا نمیروم. به شما تمام تحویل میکنم. اولاد تمام شده. رفته از آنجا میهورم. این خیل باشد کجا؟ هیچ کس نآمد. من رفته دیگر کارهایم را میکردم. ایست دکتر سراسی من نشو. کاری تو خواهش مرا به جا آوردن است. این را میدانی؟ کمی بدتر یک شخص می آید او را باید تبابت کنی. آهسته بیارید. بایید. خبرم. آهسته. خدیجه چیکار کرده باشد؟ زخمش چطور است؟ خیلی وزنی. زیق نشوید. کماندون صحت می شود. تشکر سلطان. کماندون خدیجه به یک غار در اومد. حالش خیلی بد بود. از او راه میگشت. یک کاری ضرورم برآمد. حتما رفتنم لازم. برای کماندون زیق نشوید. دکترمان تبابت سلطان. رفتیم. خدایا به نزد خدیجه چطور روم؟ این آدم خونی بسیار از دست داده است. جراحی کرده در حال تیر رو برآوردن لازم. کیچه اکا در بالای این کیچه نوشته شده. این کیچه ما باشد.
میگن که چرا هم اینها کشتند. اونها بی‌دل و بی‌ایمان‌ها اینقدر آدمان را عذاب دادن. خدایا شاید فکر کنید که چرا من همه شما را در اینجا جمع کردم. گویم برای چی؟ کمی بدتر آدمانم به گرد قهوه‌خانه بنزین می‌ریزند. من تنها آتش درگیراندم. سوختنتان را تماشا میکنم. فهمیده؟ این کارو نکنید. خواهش میکنم. اگر در کجا بودن دکتر را گوید نجات می‌یابید. یک دقیقه مرا روز کشید. خواهش میکنم. زود گپ زنید. دکتر در کجاست؟ مرا روز کشید. آنها راست میگویند. اگر میدونید که میگفتید چرا به این عذاب طاقت کنیم؟ چرا طاقت کنیم؟ چرا؟ گپ زنید. گپ زنید میگویم. مثل هیزم همه تون را آتش می‌زنم. نکنید دکتر، نکنید. خواهش میکنم. بنزین را بیاره. مرا نکشید. شما میکنم نکنید. حاضر نبینید آقا. آقا داره. مادرم با خود چکار کسی او را داشته؟ ساده مرا اگر سر ندهی همه تو را میکشم. آی احمق، پدرت را چه تیم داشته باشد تو بسری من بسر میزنی ها؟ ایسا حرکت کن. کی را میبینم؟ صادق دکتر. میگو دکتر در کجاست؟ در کجاست؟ گفزن تو همیشه با اویی. البته در کجا بودنش را میدانی. ارجع اینجا. ارجع با من ارجع. گفزن برای یک قسمتان میمونه. گفزن میگویم. در چی بورد؟
خیلی که باشه دکتر با پای خودش میآید. از پسش را بره. دکتر. مکنون خیلی زده باشم فکر کنم داره طرف نیست بروید آزاد نیست شما رو بلدی دکتر بردارم خدای شما خواهش میکنم دیگر نوارها رو نبینید همینطور برده میسپرم اکا یلماز هولو هم ناومدن سهم میروید مجبورم که روم اگر فهمم که نوارها نیستن زود از پایم میشوند منم در رسویم یلماز اکا اومدم یلماز چیکار کردی؟ این اون رو باید خود سپاریدم اما که حامد با دهنم تو چیکار کردی؟ نوارها با حجت رو فراموش نکن اما دیگر نوارها رو هم یافتم بچه بیست دورانم در کار یعنی چی؟ آقای دکتر زودتر آرام شو چی گفتی؟ این دیه رو خراب کردم خیزبانم را پراندن خیزبان را پراندن؟ چی؟ اگر نه خیزبانم نمیرد همه رو میکشم آرام شو تانده بکرم آزانی بود همه رو در دست خبخانه جا کردن در همه جا شما رو بکنم اگر جای شما رو نبید تمام مردم دیه رو در خبخانه مکم کرده و تشبه زنم حالا مکان خیزم آرام شو الدا برو خدایا خیزبانم رو از من نگی شد الدا شد تمام هم حاجت برای ما شد خدایا خیزبانم رو از من نگی آرام شو الدا خدایا خواهش نکنم از تو خیزبانم رو از من نگی خدایا شد آرام شو الدا آرام شو برادر آنها تو رو تنقیب کردن بله دو نفر دارو تحقیل کردن اما من اون رو گیره دادم آنها اینجا رو نمیابن خم نخواهد آرام من با اونجا رو تحقیل بمونم اگر تو روی آنها تو رو زنده نمیمونن این فرصت رو از دست نمیدیم مادر جان غم نخورید من نمیخواهم که با گناه من دیگر رو ضرر بینند خدا رو شکر بیسری زیبایی من شکر که روی فرزند رو دیدم خدا رو شکر احسان این توی بیا ببین چقدر خوردن انا در اینجا احسان تو حامله نبودی تو؟
تو بیمار بودی. تو اکنون دکتر هم را جا دادن نمیتواند. سری سر تو گیره زود گیره. نگیره تو. چی نگذاری کارت رو کن. چند وقت شد جراحی کرده شده؟ 1 ساعت شد. خدایا با ما مدد کن. یعنی قماندان رو که پرام تو دیدی؟ بله دیدم. یکی از آدمای نوی عبدالله بود. با خدا امر از سردار آمده است. برای همین کودک رو به اینجا بیارید. چنان قماندان نجات نیامد. نباشد شاهدی باطن مهمتر است. برای آنکه هم برادر سردار است هم قماندان است. رفتم آن بچه رو میابی سیفی. دیگر علاج نیست. اکنون که این کار رو سر کرده تمام کردن اما لازم. جوشکا حال کماندان چطور رفت؟ غم نخورید او نجات یافت. احوالش خوب است. به خود آید بعد او را میبینید. جزای این کارش را میبینم. چی کار میکنی دادم قماندان؟ خطیشه گناه ندارم. او زینا نکرده است. با اینجا نامده او حامله بود. این طور باشد برای چی پنهان کردن؟ برای چی دروغ گفتن؟ برای اونجا سو ترسیدیم دادم. وقتی با اینجا اومدنش کودکی بدمشته نبود. حالا تو ایستا همش رو میکنی. دیگر بیشتر کشم. اما کودک اینجا نمیماند. او با ما لازم است. او را به قرارگاه جوهر میفرستیم. به یک عائله کودک لازم بوده است یعنی در آنجا به کودک احتیاج دارد. نه نکنید این کارو. داده از برای خدا کودکم را مامان. او را بر از اینجا. نکنید. مانش بچه چی کار کرده؟ مرا از اینجا برآوردن نتوانسته. غم نخور سینا. تو را البته نجات میدهیم. با قماندان گپ زدم. اگر اون بچه رو که قماندان رو پران بیابیم تو آزاد میکنم. بحری رو میارید همینطور؟ بله. تو نامش را از کجا میدونی سینا؟ تایفی رفت؟ بله رفت. زود مرا از اینجا برار. ایتین استیماف برار. زود از پس تایفی رفتنم لازم. سینا تو چی کار میکنی؟
این چرا تو با این خواهیم گپ میزنی؟ تو هم جزا گرفتن میخواهی بکیرم. کاری خطا میکنی ایتین، بیهوده کوشش نکن. این آدم جزاش رو میگیرد. میبرایم از اینجا. پسرم رو نجات میدیم. نوبت چی شد؟ ندم دستم رو بین. در رو کشا بودم دکتر. دردم ندارم میخشی کنم. در رو کشا بودم. زودتر کشا. دستت رو بردار. سلیمه یادم کن. پسرم را نجات دادنم لازم. سینا کماندان گوره. باید طرف بود باشید بگیرد. تشکر سلیمه. تو بعد این قدر عذاب دادنم باز با من کمک میکنی. من میدونم کمک نمیکردم. مهم نیست. رفت پسرت رو نجات ده. تشکر سلیمه. دکتر التماس دخترم رو نجات دهید. من دیگر زندگی کردن نمیتوانم. دیدی دکتر از برای کشو او را پراندم. خدا میدونه که شما وطن دوست دارید یا نه. اما این دختر را برای چی پراندید؟ برای چی؟ جبر و تاب دادن در کار نیست دکتر. زود نوارها را با من ندهی. نه نمیدیم. برای آنکه این دفعه زور منم. اگر با من یگان حادثه شود نوارها رو برده با پلیس میرسانم. نواری که شراحت. بسیار با عقلی دکتر. تمام. تو را هیچ کار نمیکنم. اما این دختر را میکشم. مردنش را تماشا کن. مایلش بیزور میرم. التماس اجازه دهید دکترم را نجات دهید.